روایت هست. چی گفت؟ ببین روایت یه روز شیخ سر سفره با همراه مریدان نشسته بود. مریدان کیه؟ شیخ همیشه یه سری افراد دور و برش هست. آها تهمت زن. بعد شیخ سر شام به مریدان گفت دیسکو. جالبه، این خیلی داستان تاریخیه. این داستان تاریخی میگه دیسکو. بعد مریدان مثل فنر پریدن هوا و همه این ور اون ور دنبال دیس میگشتن. بعد عده‌ای از مریدان تا پاسی از شم میگشتن که دیس رو پیدا کنن، دیس رو پیدا نمیکردن. بعد آخر نعره زنان اومدن تو جامعه رو پاره میکردن و اینا، سر در زیر خشتک خود انداختن و نزد شیخ آمدن و عذر سرسفید خواستن و بعد شیخ گفت آبشنگولی بیاورید دیس خودمان را در آبشنگولی بیاورید، ما دیس را در خشتک خودمان گذاشته بودیم، میخواستیم شما رو اسکل کنیم. بعد همینجوری که آبشنگولی خوردن و اینا بهانه‌ای به دست فهم میخواستیم شادمانی بکنیم، تفرق و این صحبت ها. پس از اینکه مریدان شوخی های ناهنجار کردن و شیخ گفت آمده بود، همه بالا پریدن و همراه شیخ خشتک های خود رو پاره کردن و حرکات موزون و هلیکوپتری کردن. بعد هلیکوپتر بزنن؟ نه. بعد شیخ نعره زنان و مریدان بالا پایین میپریدن و خشتک پاره میکردن. بعد مریدی با شمع و آینه آنچنان افکت های نوری میداد که شیخ تک نعره‌ای تقدیم او کرد. سپس شیخ میکروفون به دست گرفت و با صدای هیولایی گفت دیجی. شیخ و مریدان همه یک باره از حال رفتند و این گونه بود که شیخ محفل آن شب را دیسکو شد. دیسکو که تو خارج میگن دیسکو، اون گفت دیسکو و این شد دیسکو. اینجا خشتک پارتی شیخیه. خشتک پارتی شیخیه. اینجا خشتک پارتی شیخیه.